مرغ کرک با زبان روسی چی خیل می شود؟ این سوال رو طول چند وقت است که در تگ ویدیوهای خود می بینم. یعنی بسیاری ها می خواهد فهمد که در زبان روسی مرغ کرک چی خیل می شود. تیار باشین، من امروز به شما می فهمانم که با زبان روسی ما مرغ کرک را چی خیل می گویم. طرز گفتن مرغ کرک در زبان روسی دو نمود است. یکمش این کوریتسا насятка. کوریتسا насятка. مرغ کرک. و نمود دویمش هست که این را نیز خیلی بسیار استفاده میبرند. خب این باشد اگر نیسوشا کوریتسا. نیسوشا کوریتسا. این نیز معنای مرغ کرک را میدهد. اگر خواهید که مثل همیشه سوال ها با من جواب دهم، یعنی با طریق ویدیو، حتما دلخواه سوال داشته باشید در کامنتار نویسید و انشاءالله روزهای نزدیک من به شما با طریق ویدیو جواب میدهم. و اگر که خواهید که در مدت خیلی کوتاه به زبان روسی گپ زدن رو آموزید، با درس های آنلاین ما اشتراک کنید. برای اشتراک به همین رقم ها با تلگرام مراجعه کنید.